سلام دوستان عزیز، وقتی همه شما بخیر. در این ویدیو در رابطه با یک ریسیور جدید صحبت میکنیم. معرفی میگیریم این ریسیور به نام ریسیور استار 100 است، مدل 400. دوستان عزیز، قبلا در رابطه با استار 100 مدل 400 اصلی یک ویدیو ما داشتیم که در او رابطه ما معلومات ارائه کردیم و همچنان طریقه عیارش برای شما گفتم. در این ویدیو برای شما ریسیور استار 100 کاپی که مردم از این خیلی استفاده میکنه، به خاطر که یک ریسیوری است که هم ارزان است و هم میتونه هر کسی را در دسترس داشته باشه. دوستان عزیز، در این قسمت نامش است، مدلش است و همچنان تا فول اچ دی را سپورت میکنه و همچنان دو تا یو اس بی میخوره. مشخصاتش است که در این پایین برای شما نشته میکنه که مثلا در قسمت شما میتونین از وای فایش استفاده بکنین، از یوتیوبش، و همچنان گنجایش 5000 چینل داره که شما میتونین 5000 چینل در این ثبت داشته باشین و همچنان لیست فرکانس ها و دایستیک و چیزا را هم داره و در قسمت مالتی لنگویج هم داره که زبان فارسی هم در این ریسیورها موجود می باشه و همچنان بخش گیم است و قبلا هم گفتیم که دو یو اس بی میخوره. این مشخصات ریسیور است. شما دوستان عزیز اگر این ریسیورها را در اینترنت وصل بکنین، نیاز دارین که یک همو دنگل یا همو ارتباطی که اینترنت همراه ریسیور وصل میکنه از او باید داشته باشین تا ای که بتانین شما اینترنت در این ریسیور را دریافت بکنین. پس دوستان عزیز بریم بازش بکنیم ببینیم که در این چی است. خب دوستان، این ریسیور است که بند شده. در این قسمت بازش کنیم. این خود ریسیور است و همچنان این کارت و برنتی کارتش است که نشته است دیجیتال ستلایت ریسیور استار 100 SR 400 HD پرو. این قسمت ورنتی کارتش است که شما میتونین که را باعث ورنتی کارتش استفاده بکنین و همچنان خود ریسیور است و در کنار از او ببینیم که دیگه کدام مسائل می داشته باشه. یک جور بولتی است به خاطر ریموتش، ادپتر پاور کیبلش است و همچنان لاین اچ دی مای است که ارتباط میته ریسیور همراه تلویزیون و یه هم چشمک یا انساسورش است که شما میتونین این را در ریسیور وصل بکنین که این مزایای خاص خود داره که من بر شما باز قبلا این را هم تشریح میکنم و همچنان هم ریموتش است که استار 100 است. ریموت های از او به شکل زیاد در بازار پیدا میشه و همچنان کتابچه راهنماییش است که برای شما گفته که این بٹن هایش چی وظیفه داره و همچنان در این قسمت عقب ریسیور برای شما تمامش به معرفی گرفته که اگر شما خواستین میتونین که از طریق ازمی کتابچه راهنماییش تنظیماتش و همچنان جستجو و بعضی مواردهای که شما خواسته باشید میتونید این کتابچه راهنماییش استفاده بکنین. خب دوستان عزیز، یک شیپ بسیار مقبول جور کرده استار 100. این ریسیورهای کاپیش است. البته ریسیورهای اصلی هم دنمی بسته بندی و دمی شکل می باشه و همچنان در کنارش دو یو اس بی داریم که میتونیم دو یو اس بی را اینجا استفاده بکنیم. میم در رابطه با ایاش صحبت میکنیم که ایش مربوط میشه به این چارچر یا همون ادپترش است که شما در قسمت مندازین. برق بر ریسیور دی سی 12 ولت میده و در کنار از شما میتونین که اگر برق نداشتین میتونین از برق شمسی یا برق دی سی استفاده بکنین که از خود باز لاین خاص داره. میتونین که لاینش به دست بیارین و از بیتری یا از شمسی استفاده بکنین و در کنار از او جای یک پورت دیگه است به نام ای وی یا همون لاین 3 لاینه می باشه که یک طرفش 3 لاین است و یک طرفش لاین شکل گوشکی را داره که باز شما میتونین اون را در این قسمت وصل بکنین. در تلویزیون هایی که HDMI نمیگیره میتونین شما از EVI هایش استفاده بکنین که تلویزیون های آنالوگ یا تلویزیون های سابقه می باشه. با خاطر باز تلویزیون هایی که
مدلای بالا می باشه، لاین HDMI وصل بکنین. کیفیت تصویر نسبت به EVI که در بالاست در HDMI، کیفیت تصویر، رنگ، همچنان صدا نسبت به EVI که در HDMI خیلی بهتر و خوبتر است. و در این قسمت موضوع دیسپلیش است که شما باز اینی وسیله را که ما براتون از اینجا بکشمش. این وسیله که است که شما میتونید در این قسمت بردین و ایره ریسیور در پشت تلویزیون بانین. ایره در روبروی تلویزیون که چسب درویه داره، میتونید شما ایره به این شکل در روی تلویزیون چسب بکنین و ایره در پشت تلویزیون بانین که ریموت در اینجا با آسانی کار بکنه. و همچنان این مربوط به LMBNش میشه که شما میتونید ستلایت در اینجا وصل بکنید. خب دوستان عزیز، این صفحه دیجیتالیش است که اینجا شما میتونید نمو تعداد ارقام اسکن بعض مواردی است که شما میتونید در این قسمت اسکرینش است تماشا بکنید. و همچنان دو تکمه داره که از طریق میتونید شما چینل ها را بالا و عقب ببرین. و همچنان بتن گل و خاموشش است که از طریق شما میتونید آن و آفش بکنین. پس دوستان عزیز، یک معرفی کوتاه بود در رابطه به ریسیورهای استارسات. کسایی که جدیداً از بازار این ریسیورها را خرید میکنن، نکاتی که بسیار مهم است، لاین برقش وصل بکنین، HDMI وصل بکنین و همچنان لاین دیسپلی یا همون لاینی که مربوط به مو چشمکش میشه، به امیانه بگویم چشمکش میشه، ایره میتونید پرتین و همچنان لاین ستلایت. پس دوستان عزیز، میریم آلی را در تلویزیون وصل میکنیم. طریقه جستجو کردن شبکه ها را میگم برای شما. ما به طور نمونه شبکه های یاست بر شما در این ریسیورها جستجو میکنم. شما هم میتونین که هر نوع ستلایت را که خواستین مطابق از می باز که ما انجام میتونم شما هم انجام بتین و محوره را در این ریسیورها جستجو بکنید. بیننده عزیز، ریسیور را همراه تلویزیون وصل کردیم. میایم مال بر شما طریقه جستجو کردن در ریسیورهای استارسات میگم. میایم اولا در منیو. وقتی که منیو آمدیم روی گزینه اینستالیشن 4 گزینه دیگه است که آنتینا سیتینگ، موتور سیتینگ، ساتلایت لیست و همچنان تیپ لیست است. ما میایم در قدم اول روی آنتینا لیست سیتینگ اوکی میکنیم. میایم در این قسمت آنتینا سیتینگ. ما در ویدیوهای قبلی هم در این بخش برای شما تشریح کرده بودم. حالا نیاز نیست که باز هم دوباره تشریح کنم، چون این ریسیورها مطابق به ریسیورهای قبلی یک منو را داشت. هم یک بار تکرار میکنیم که چگونه در یا عیار میشه. میایم وارد ستلایت میشیم، اوکی میکنیم. در اینجا یاست پیدا میکنیم. یک نکته را متوجه شوین دوستان عزیز، در بعض ریسیورها در این قسمت ستلایت لیستش یاست نمی باشه. شما میتونید در بدر یا هاردبرد یا نایلسات یاست جستجو بکنین. مهم کاسی است که شما عیار کردین که کدام جهت است. اگر یاست نبود میتونید شما در هر محوری که خواستین او را جستجو و عیار بکنین. میایم این قسمت یاست انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. میایم در قسمت پایین میبینیم که دوستا چرا سیگنال نداره. علتش است که از ما در دو دیش محوره وصل است، یعنی دایسک وصل است. میایم اگر شما دایسک داشت دایسکش انتخاب میکنین و اگر دایسک نداشت فقط شما که روی محوری یاست بین در این قسمت پایین همو کوالیتی و سیگنالش رنگ آبی و سبز میگیره که حالا حزمه نگرفته به خاطر که هنوز ما دایسک اینجا انتخاب نکردیم. میم در این قسمت دایسک انتخاب میکنم. زمانی که دایسک انتخاب کنم رنگ آبی و سبز ظاهر میشه، یعنی که دیش محوره ما به شکل درست و اساسیش عیار است و ما سیگنال داریم. میایم در قسمت پایین استار سرچ در قسمت ستلایت است. بتنای چپ و راست میزنیم تا امی گزینه ها تبدیل شوه یا تغییر کنه. در این قسمت بیلاند انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم که شبکه ها جستجو شوه.
دوستان عزیز، ما بر شما جهت ایاست به شکل آموزشی جستجو کردم. شما اگر خواسته باشین میتونین هندوستان یا کدام ماهواره مثل هالبرت، ترکست، بدر، هر ماهواره را که شما خواستید میین در قسمت ستلایت لیست که آمدین اونجا نام ماهواره را پیدا میکنین و به این شکل جستجو میزنین. پس منتظر باشیم تا شبکه ها جستجو شود. Through came the number 7 Toyota to دوستان عزیز، این بود طریقه جستجو کردن و همچنان معرفی ریسیور استارست که کاپی است بر شما معرفی کردم و همچنان طریقه ایار کردنش بر شما گفتم. دوستان عزیز، اگر این ویدیو بر شما مفید بود حتما صفحه ما را سابسکرایب بکنین. نظریات و پیشنهادات خود در قسمت کامنت بر ما بنویسین. تا ویدیوی بعد و یک موضوع جدید، خداوند یار و مددگارتان.